یک روز شاگردای خود گفتم که در بین شما کس گدایگر پیدا میشه؟ گدایگر؟ مولای صاحب در پایانتون ما فقط گدایگر هستی؟ گفتم نه کلیتون انشاءالله گدایگر هستی دیگه 80% نه ما گفتم من قناعت میتونم. گفتم آیا در این بین کسی هست که به خواهری عذرزاری کرده باشه؟ جان من تو را دوست دارم my love you. نه قربانت شدم دیگه بیا دیگه نه ما تو خوب یک لبریدم که خنده شروع شد. ما بودم شما گدایگر هستین گدایگر آبرویتان به حضور یک دختر ریختنده ایمانتان بردین شرافتتان بردین. گفتم راست میگم دروغ؟ ولی مولای صاحب میره راست میگی بگویم ولی گفتم استغفر الله بگوین. ولی یک تا جوانا وقتی که بزرم سرخ شد زرد شد این بچه ای کار نکرده بگوین الله اکبر. قریب است به کفه قریب است گریه کنه. او پاک است تهمت میشه زنی این پاک است. گفتم جوان تو رو نمیگم تو امت محمد مصطفی هستی تو رو نمیگم بچه تو برادرم هستی من برادری تو هستم. تو از امو غریبایی هستی که رسول خدا گفت در آخر زمان مردم مسلمان غریب میشن. غریب یعنی تعدادشان کم مسلمان های واقعی کم قابل تعجب